در تمام دوران پادشاهیش کسی اختلاس نکرد، اما میگفتن همه ی حکومت دزدند. نفت گرون میشد، میگفتن همه رو داره میریزه تو جیبش. نفت ارزون میشد، میگفتن با غرب دست به یکی کرده و بلا نسبت نوکر غربه. تورم نبود، اما همه میگفتن اوضاع اقتصادی خرابه. تو اکثر شهرها فاحش خونه بود، اما همسایه کناری هیچ کسی فاحشه نبود. کسی تنش رو حراج نمی کرد، کسی کلیه‌اش رو نمی فروخت واسه خرج زندگی. آزادی اجتماعی 100% بود و اقتصاد ما بعد از ژاپن حرف اول رو در منطقه می زد. رشد اقتصادی ما 2 رقمی بود و درآمد سرانه هر ایرانی 5 برابر همسایگانمون بود. در دوران حکومتش نه جنگی شد و نه کسی جرأت دست درازی به خاک مملکتمون رو داشت. شما بگید دیگه چی بود که الان نیست؟ دیدگاه خودتون رو بنویسید و حتما برای دوستاتون بفرستید و برای آگاهی بیشتر با ایران باستان همراه باشید.